بیا من یک گنجی بهت راهنمایی کنم که همه عمر خیالت راحت بشه. گفت حرف حسابی، اگر راهنمایی کنی من کاری به تو ندارم. گفت یه آیه ایست از قرآن که میفرماید و فی السماء رزقکم و ما توعدون، قسم به اون چی که وعده داده شده است که روزی شما در آسمانه. گفتن اون دوز یه نعره زد، اینو قورت داد، هضم کرد، نازل شد این آیه براش، سر به بیابون گذاشته رفت. فهمید اگر جامعه بشری همین امروز همین یه دونه آیه رو بفهمه، تمام مشکلات عالم حل میشه. چرا؟ برای اینکه تمام نزاع‌ها، جنگ‌ها تمام مال اینه که این فکر میکنه که روزیشو زیاد بکنه دیگه، کارخونه‌شون بیشتر بشه، توسعه پیدا بکنن، اون کارخونه رو بکوبه، اونجا رو چنین بکنه، اونجا رو آشوب بکنه. تمام نزاعی که در دنیا هست و در داخل و خارج و هر چی که مشکلات هست در عالم مال همین یک کلمه که ما قبول نداریم که روزی ما دست خداست.